کارگاه آقا مانی کارگاه خیلی بزرگی درست کردن. آقا مانی سلام، خوبی؟ اینجا کارگاه چیه؟ کارگاه مد. میشه در مورد این توربینت صحبت کنی؟ موقعی که ما یه توربین میذاریم و موقعی که باد میاد توربین باد میگیره و موقعی میاد داخل باتری ما رو شارژ میکنیم و موقعی که برق نباشه باتری روشن میکنیم همه لامپا روشن میشه. این لامپا رو پایه های برق همشون روشن میشن ها؟ آفرین، یعنی تو شب هم میتونی کار. اینا عمودای برقن، سیما بهشون وصل. آفرین. توربینش هم که همینطور داره میچرخه. سیستم برقکشی آقا مانی. توربینش توی روز باتری رو شارژ کرده و حالا داره از برق باتریش توی کارگاه استفاده میکنه.